کیا پشت سوپ سر کراچی کابل دق شدن؟ بیایید که تیارش کنیم تا با خوردن هر یک قاشقش تمام خاطرات شیرین کابل و کت سنگی برمان زنده شود. آب که جوش آمد، سینه مرغ که بسیار خرد توتش کردیم، یک دانه پیاز، سیر و زنجبیل تازه با در باز میمانیم تا کامل پخته شود. بعد پخته شدن این موادش را ور میداریم، به جایش زردک، جواری، مساله دگ، مرچ سیاه، زردچوبه و نمک و سبزی، نوش پیاز و گشنیز. سویا سس هم اضافه میکنیم که خوش رنگ ترش میکنه و مقداری هم چیلی که تند و تیز میکنه، خوش رنگ هم میکنه. و حالی برای که لعابدارتر و قلیزتر شوه، نشاسته جواری اضافه میکنیم 4 قاشق که ترکیه برش میسیر نشاسته سی میگن. با آب سرد مخلوط میکنیم، خوب شورش بدید که یک دست شوه و به دیگ اضافه میکنیم. هم شورش بدید هم اضافه کنید که کلوله نشوه از پیشتان. و در آخر یک دانه تخم مرغ هم اضافه میکنیم که اصیل شوه و خوب مزهدار شوه دیگه. الله، من که دارم لحظه شماری میکنم نوش جان کنم. سعی کنین چطور خوبش شد. تیار شد و روش سویا سس، مقداری چیلی و سرکه سفید انگور بندازید. سعی کنید چه شد. دقیقا همون عطر و طعم و مزه رو داشت. پیشنهاد میکنم حتما جورش کنید.